خب ساعت 5:55 است. دارم اینو نزدم. داریم میریم، حتی من تنها جزیره سیمیلان. ساعت 6 پیکاپشه میاد دنبالم. بعد هیچی دیگه، با اسپید بوته بودن 1.5 ساعت راهه، میرسیم اونجا فلان اینا. یه بریم ببینیم چی میشه. اینجا استاپ اوله از تور سیمیلان. رفتیم برای اسنورکلینگ که فیلمش گذاشتم. بعد از اینجا میریم برای دیدن لاک‌پشتا. کلاً 4 تا استاپ داره. استاپ سوم نمیدونم چیه، یادم نیست، کنم جزیره اصلیه و نهار. استاپ 4م اصلا برای ریلکس کردن و اینجور حرفا. دیگه حالا بریم ببینیم چی میشه. موهام چلوسه شده از آب دریا. بعد اینجا جای چیز بود، جای لاک‌پشتا. این لاک‌پشتای بزرگی بود، یه دونه بیشتر نبود سمت ما. بعدش لاک‌پشتاش بامزه بود، از لاک‌پشتای عمان بزرگتر بود فکر میکنم، یه گونه دیگه بود به احتمال زیاد. بعدش الان بعد از این نمیدونم کجا میریم. رفتیم اونجا رو فیلم میگیرم. ببین ناهاره، اومدیم تو همین جزیره سوم برای استاپ برای ناهار و ریلکس کردن. حدود 2 ساعت. هنوز نخوردم، نمیدونم چه مزه‌ایه. حالا میخورم باز نتیجه رو بهتون اعلام میکنم. خب داریم میریم سمت ویو پوینت. منظره دیدنیش، شنش عجیب نرمه، یعنی انگار مثلا پودر تالکه، خیلی نرمه. الان ساعت چند بود؟ 11 خورده، 11:45 بود فکر کنم. یک بعد اینجا باشیم که قایق میاد دنبالمون و بریم دیگه سمت ایستگاه 4. اونجا باز اسنورکلینگ داره. دیگه انقدر اسنورکلینگ میکنیم که حالمون از اسنورکلینگ به هم بخوره. بعدش میریم دیگه اونجا باز کم پال میکنیم، همونجا اسنورکلینگه. و بعدش ما رو میبره اسکله تو استان پانگنای. باز از اونجا هم باز 1-2 ساعتی فکر کنم با ماشین طول میکشه تا ما رو بیاره به کجا؟ پوکت. و بذاره در هتل پیاده کنه. 6:30 به امید خدایان من چیزم هتلم. حالا ببینیم چی میشه. اینو از حالت نیم بذارم روی 1 فکر کنم بهتر باشه. بعد دمپاییمون هم بهمون ندادن، پا برهنه داریم راه میریم. یا بفرست چند پله. دوربین برگرد. من کلاه هم آوردم، حتی آفتاب که نیست ولی خب قشنگ کلاه برای عکس. پیرهنم هم همینجوری لخه پوشیدم، نزدیک بود بیفتم. بعد دیگه بریم دیگه. احساس میکنم خیلی با طبیعت در تماسم، چون پا برهنه ایم.
یا ابوالفضل. یا ابوالفضل. خب اومدیم بالا. ساحل. ما اونجا نهار خوردیم. اونجا ساحل قایق اینجا پارک کرد، ما رو پیاده کرد، رفت اونور پارک کرد. واقعا زیباست، واقعا. بریم ساحل رو ببینیم. ساحل بسیار زیبا، نرم، جزیره سیمیلا. شنش عجیب غریب نرمه، نمیدونم چرا، عین پودر تالکه. این جایی بود که رفتیم عکس گرفتیم بالا.
با حالی که اینجا کردن قایقا رو گروه گروه کردن و با رنگ مشخص کردن. این ما الان گروه سبزیم، مثلا بعضی اصلا گروه زردن، گروه سفید، گروه مشکی، که مشخص باشه دیگه لیدرشون و کارمندا و قایقشون. مثلا تو جزیره فیفی ما گروه صورتی بودیم. این جدید کارشون، کار جالبیه گروه گروه کردن. مثلا میگن گروه آبی مثلا بیا سوار قایقش بشه، داد میزنن بلو تیم مثلا، اینجوری کار جالبیه. 10 minutes walk. 10 minutes walk. این لیدر ماه. طبق معمولم قابل رهنه هستم. امروز خیلی به طبیعت متصل شدم، احساس میکنم. گفتش برای دوباره اسنورکلینگ که گویا یه سری ماهیای جدیدی داره باید یک 10 دقیقه پیاده روی کنیم تا برسیم به اون ساحل دیگه، بعد ببینیم موجا چطوریه. اگه موجا خوب بودن، یعنی موجا کم بود، بعد میتونیم بریم تو آب، و اینا گفت خطرناکه نمیشه. Back color. Back color. Yeah. Flying fox. Flying fox. روباه پرنده. اینا خیلی موجودات بامزه این. بزغالمار. در گویش مشتی به این حیوان میگوییم بزغالمار. بزمچه هم گفتیم، اونم بزمچه، ببینیم همونه یا نه. What's that? Mosquito? Yeah. Thank you. پشنگ زیاده.
از قایق پیاده شدیم. بعد 1 ساعت و 50 دقیقه از قایق پیاده شدیم. الان تو اسکلیم تو استان پانگنا. بعدش از اینجا سوار ون میشیم و یک میان وعده اسرانه هم گذاشتن. این حالا ببینم چی داره، چیزی به درد بخوره داره میخوریم چی، خودم تنها هم میخورم و بعدش سوار ون میشیم که بریم به سمت پوکت و پاتونگ، محله پاتونگ و هتل من. یه چیزی برداشتم شبیه فالوده است، گفتن دسر تایلندیه، این شکلیه، توش شیر نارگیله و این چیز شبیه نودل مانند، شبیه همه الان اسمشو گفتم و یادم رفت چی؟ فالوده. آره. بد نیست، خوبه. یک چایی هم ببینم اگه داشت بخورم یه بسته دیگه. نودل هم داشت، ماکارونی، میلم نمیکشید. بریم. یک چایی گرفتم، مجانیه، جزو توره، گرفتم اینی برداشتم و از این شکلاتی ها اینا رو با چای میخورم دیگه. تا 20 دقیقه استراحتمون تموم شه سوار ون بشیم با باز 2 ساعت راه تا برسیم به پوکت، پاتونگ، هتل رامادا.